سلام دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، ما حضور داریم در نزد چشمه نودونک با اون شیوه شیرینی رشتی می شود نودونک و ما میگوییم نودونک. و این چشمه شما از شبکه اجتماعی شاید از دیدید که از چشمه های تاریخی ناحیه رشت بوده. حتما راهگذاران هم داخلی هم خارجی وقتی که به رشت سفر میکنن حتما در اینجا یک ایست میکنن، از آب شیرین و شیردار این چشمه حتما نوش جان میکنن، چون در سر راه کلان است، در سر راه اساسی است. و مخصوصا دقت جالب آن است که ساخت آرایشی جایگیرشوی چشمه خیلی با یک طرز کلاسیکی همه نقش و نگاری که میبینید از سنگ است، توسط با سنگ ها آرا داده شده است. و ببینید که شاید این چشمه که آب مصفا، آب شیرین دارد و دلالت به آن میکند که تاجیکستان کشوری آبهای مصفا است. شاید اشارت به آن کند که تاجیکستان واقعا کشوری سیاحی است. اما این ساخت معماری که میبینید، حتی قندیل ببینید، قندیل سنگین است، قندیل مخصوصی که در این بالا میبینید سنگی است. و سازنده یعنی آفرنده همین یک گوشه زیبای معماری و کلاسیکی استا اسرار دوشنبگی، ببینید نامش اینجا ثبت کرده، ایجادی استا اسرار دوشنبگی. من با شاید این انسان بزرگوار زنده نباشند درود بر روح ایشان میفرستیم، درود به تاجیکستان، درود بر رشت، و توصیه میدیم که هرگاه که قدمتون اینجا افتاد با هر کاری که باشد حتما اینجا یک سری قدم ایستاده از این چشمه مصفا نوش جان کنید و در ظرفهای پلاستیکی و شیشگی برای خودتان ذخیره گیرید تا یار و دوستان فرزندانتان نیز نوش جان کنند. بدرود.